بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان شبکه خبری شما. خدمت شما عرض شود که امروز یه بازی نسبتا پای بود. هم تیم بابل موقعیت داشت که به ما گل بزنه، هم ما موقعیت داشتیم که به تیم بابل گل بزنیم. خب ما تونستیم بازی منطقی انجام بدیم. خب این شرایط کیفیت زمین هم به نظر من در شأن شخصیت مردم بابل، تیم بابل نیست که با این امکانات با این زمین بخوان تو مسابقات شرکت کنن. من فکر کنم امروز رقیب اصلی هر دو تیم، هم تیم ما هم تیم بابل، این زمین فوتبال بود. همینجا از تمام مسئولای شهر خواهش میکنم که دست به دست هم بدن، کمک کنن و این کیفیت زمین رو درست کنن که برای تیم خود و بابل که میزبان اینجاست بتونه از امتیاز میزبانی خودش هم استفاده کنه. والا من یک فصل در خدمت تیم خونه به خونه بابل بودم. حالا اون زمانی که ما اینجا بودیم شرایط خیلی بهتر از این بود، یعنی کم از لحاظ کیفیت استادیوم. مثلا من هیچ موقع تو اون یک سالی که اینجا بودم کیفیت زمین اینجوری ندیدم. حالا نمیدونم مسئولش عوض شده، کیش اومده که حالا این شرایط زمین متاسفانه ما الان بعد شما نگاه کنید نصف فوتبالیستای ایران و مازندرانی‌های گیلانی‌ها تشکیل میدن. خب حیف این استعدادی که تو شهر تو استان مازندران تو شهر بابل قائم شهر است، اما متاسفانه امکانات زمین باعث میشه که این بچه‌ها اون کیفیت اصلیشون رو نمیتونن به نمایش بدن. انشالله به طوری باشه که این کیفیت زمین رو درست کنن، به این تیم خوب کمک کنن. واقعا این تیم تماشاگرای خوبی داره و انشالله به جایگاه اصلیش برگرده. شما شناختی از بازیکنان تیم کانسام داشتید؟ والا شناخت که ما به دو تا فیلم بازی قبلیشون، البته یه فیلمشون اولین بازیشون که معلوم نبود ما باید بیایم بابل یا بریم مشهد. فیلم بازی قبلشون با شهرداری بندرعباس دیدیم، یه تیم بسیار جوان با انگیزه و کادر خوب. انشالله بتونن به جایگاه اصلیشون و همون چیزی که در حقشونه به اون جایگاه برسن. داوری صحبت کنید. والا داوری به نظر من امروز داوری خوبی نبود. چند تا از صحنه ها رو هم برای ما بد سود زد، هم برای تیم بابل بد سود زد. شما خودتون دیدین، یعنی داور اگه اول بازیکن که یه تمارزی کرد، یه دادی کرده بود، میومد بهش با یه کارت زرد میتونست بازی رو جمع کنه. متاسفانه این کار رو نکرد. شما خودتون آخر بازی دیدین اینجا درگیری که پیش اومد. من خودم به شخصیت اون وسط جدا کردم، یعنی نداشتم کسی با کسی درگیری بشه. متاسفانه داور حالا زورش به من میرسید، اومد به من کارت قرمز داد. بعد از بازی ازش خواهش کردم که دلیل اخراج منو به من بگه که من بدونم من چیکار کردم. خودش هم بنده خدا نمیدونست، گفت به من گفتن. حالا به من گفتن کی گفته، دلیلش چی بود، متاسفانه من خودم هم نفهمیدم. میگم حیف این لیگ داره به این خوبی برگزار میشه. از کمیته داوران خواهش میکنم برای این بازیایی که مخصوصا تیم‌های شمالی که تیم‌های خوبی هستن، فوتبالشون همیشه توش درگیری از فیزیکی است، خواهشاً که داورایی بزنن با تجربه، داورایی که من نمیگم به نفع میزبان بزنه یا به نفع میهمان بزنه، بیاد عادلانه قضاوت کنه. یعنی امروز به نظر من هم داوری برای تیم ما بد بود، هم برای تیم بابل. حالا انشالله از هفته‌های بعد کمیته داوران یه تصمیم خوبی بگیرن و بتونن که داورایی رو بذارن که بتونن این بازی‌ها رو زود راحت قضاوت کنن.